شما شنونده رادیو صدای کردهای مقیم امریکا برای دموکراسی، صلح و آزادی هستید. عصر شنبه به ما پیوستین سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه پربار و دلپسند رو برای شما ارائه بدیم. اول از همه خانم ثریا فلاح، پژوهشگر حقوق بشر، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره جامعه دفاع از حقوق بشر در مورد این کانون براتون توضیحاتی میدن. خانم فلاح لطف کنید تشریف بیارید. با سلام خدمت همه دوستان و از اینکه تشریف آوردین خیلی متشکرم. من از طرف جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا به حضار محترم که به مناسبت 63مین سال تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل به عنوان دستاوردی از خرد جمعی نوع بشر در اینجا جمع شده اید خوش آمد میگویم و این روز را به همه شما عزیزان تبریک میگویم. همچنین مقدم مهمان گرامی و سخنران امشب برنامه خانم رویا حکاکیان را گرامی می‌داریم. این برنامه از سلسله برنامه‌هایی است که کانون ما برای 5مین سال پیاپی از زمان تأسیس خود در لس آنجلس برگزار می‌کند. این کانون در استقبال از منشور جهانی حقوق بشر و با اعتقاد به بند و مفاد این بیانیه با توافق جمعی از کنشگران و مدافعان حقوق بشر، روشنفکران مستقل، افراد حرفه‌مند، دانشجویان و دانشگاهیان و شهروندان علاقمند با تأکید بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی تشکیل شد و تاکنون استقلال خود را به کمک علاقمندان و حامیان آن حفظ نموده است. جامعه دفاع از حقوق بشر ایران جنوب کالیفرنیا به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی با مجوز رسمی ایالت کالیفرنیا بدون از اهداف سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک از طریق برگزاری و شرکت در برنامه‌های مختلف، آموزش و آگاه سازی مفاد مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفع تبعیض در ایران، بالا بردن حرمت و کرامت انسانی پرداخته و اعضای آن با اعتقاد بالا به آزادی بیان و اندیشه با شبکه جهانی سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان عفو بین‌الملل، کمپین‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف به طور رسمی، فردی و گروهی فعالیت می‌کنند. همچنان در همین راستا کانون ما امسال در فراخوان همیاری جهانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که از سوی نهادهای ایرانی در سراسر جهان که از 3 تا 11 سپتامبر اعلام شد شرکت نموده است. این کانون با دعوت از نویسندگان و هنرمندان در شناساندن فرهنگ حقوق بشری در جنوب کالیفرنیا گام‌های مفیدی برداشته است. مجدداً به شما خوش آمد میگویم و بقیه برنامه را به خانم سودابه فرخنیا از ایشان برای همکاری با ما در این برنامه متشکریم و از تمام کسانی که در برگزاری این برنامه همکاری نمودند، به خصوص از خانم کتاین عظیمی برای کار هنری بسیار زیبایشان متشکرم. خیلی ممنون. در این روز وضعیت حقوق بشر در جهان در مرکز توجه قرار گرفته و کارنامه کشورها در رعایت یا نقض آن بازبینی می شود. 63 سال پس از تصویب کنوانسیون حقوق بشر هنوز هم بنا به گزارش‌ها این حقوق در ایران به شدت نقض می شود. در چنین روز شخصیت‌ها و نهادهای مختلف در مورد نقض حقوق بشر سخن گفتند. هرمن گروه، دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان، در سخنرانی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ایراد کرد، گفت که 63 سال پس از کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل همچنان باید با هوشیاری وضع را در کشورهای مختلف دنبال کرد و از تلاش برای مبارزه با نقض حقوق انسانها غافل نشد. او با اشاره به این که هنوز در بسیاری جاها شکنجه، سرکوب و تبعیض و استثمار نیروی کاری جزئی از زندگی روزمره مردم است، تاکید کرد باید هر روز از نو برای حفظ موازین حقوق بشری مبارزه را آغاز کرد. او از جنبش کشورهای عربی به عنوان نشانه مثبت یاد کرد و گفت که مردم در تونس و مصر موفق شدند انتخاباتی آزاد را سازمان دهند. اما
علاوه بر نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، بنا بر گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران و همچنین گزارش‌های سایر مدافعین حقوق بشر، ایران در زمینه رعایت این حقوق در جهان در پایین‌ترین رده قرار می‌گیرد. ولی زمانی که پای اعدام و سرکوب در میان می‌آید، به سرعت به اولین پله‌ها صعود می‌کند. از دیگر کشورهایی که این روزها محور سرکوب به شمار می‌رود، سوریه است که رفتار آن با مخالفانش موضوع جدی در محافل سیاسی و حقوق بشری جهان. امروز سخنور ما بانو رویا حکاکیان، نویسنده کتاب آدمکش‌های قصر فیروزه هستند. رویا حکاکیان در تهران در خانواده یهودی زاده شد. در سال 1985 به عنوان یک پناهنده سیاسی به امریکا آمد و اکنون در ایالت کنتیکت زندگی می‌کند. او نویسنده و گزارشگر آمریکایی ایرانی تبار است. رویا یکی از اعضای مؤسس مرکز اسناد حقوق بشر ایران و در خدمت در هیئت مدیره پناهندگان بین‌المللی است. او به بررسی ادبیات فارسی و به عنوان سردبیر شعر مجله پار به مدت 6 سال خدمت کرد. او به سفارش یونیسف فیلمی به نام Armed and Innocent مسلح و بیگناه ساخته است. او تاکنون برای ده‌ها برنامه رادیویی و تلویزیونی در امریکا از جمله رادیوی عمومی ملی چندین گزارش تهیه کرده و نویسنده آثار منتشر شده متعددی نیز میباشد. ستون افکار او، مقالات و بررسی کتاب در نشریات زبان انگلیسی چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت جورنال به چاپ رسیده. او همچنین یکی از ویرایشگران نسخه آخر هفته NPR ویکند ادیشن میباشد. رویا عضو هیئت تحریریه مجله امور جهانی World Affair، مجله ایده ها و بحث ها میباشد. کتاب سفر از سرزمین نو، دختری سرگردان در انقلاب ایران، شهر خاطرات خود اوست و بزرگ شدن او را به عنوان یک نوجوان یهودی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد. این کتاب انتخاب هفتگی بارنز اند نوبلز بوده و به عنوان بهترین خاطره توسط مرکز کنتیکت برای کتاب در سال 2005 نامگذاری شد و به چندین زبان از جمله آلمانی، هلندی و اسپانیایی ترجمه شده است. 4 کتاب که شامل 2 مجموعه شعر به فارسی هستند از آثار رویا می باشد. Journey from the Land of No، سفر از سرزمین نو. A Name to Worship، نامی سزاوار نیایش. For the Sake of Water، به خاطر آب. The Assassins of the Turquoise Palace، آدمکش‌های قصر فیروزه. کتاب‌های او هستند و این آخرین کتابی هستش که ایشون امروز در موردش با ما صحبت می‌کنن. از شب بخیر. من از اینکه اینجا هستم به دلیل خیلی زیادی که وقتتون نمیگم توضیح بدم خیلی خوشحالم و از اینکه توی جمعی هستم که فکر میکنم همه اهل فنن و قصه رو تا حدود زیادی میدونن. قصه در اون کتابی که من نوشتم در مورد داستان قتل توی رستوران میکونوس در سال 1992. برای همین به جایی که برای شما در عرض 40 دقیقه سخن مبسوط ایراد بکنم، ترجیح میدم که 10 یا 15 دقیقه داستان رو، اون جنبه‌هایی از داستان رو که حس میکنم شما ممکنه باهاش آشنا نباشین و براتون بگم. یک جنبه‌ای از داستانی که میدونم شما نمیدونین، به خاطر اینکه من روی موضوع بوده 4-5 سال تحقیق کردم و در جریان تحقیق با دستاندرکارای خاص آلمانی که ایرانی‌ها کلاً به اونها دسترسی نداشتن صحبت کردم. یه سری از اون نکته‌ها رو میتونم براتون جمع بزنم بگم و بعد چون که واقعاً علاقه‌مند هستم که سوالای شما، نظرات شما رو بشنوم، خلاصه حرفای خودم رو هر چه زودتر خلاصه میکنم تا با هم وارد گفتگو بشیم. اینجوری خوبه؟ خدا رو شکر. یه سوالی که همه از من میکنن اینه که چطور شد که من تصمیم گرفتم این داستان رو بنویسم. خب اول از همه این که متاسفانه یا خوشبختانه آقای پرویزی دستمانچی
که قصه گوی خیلی خوب و داستانگوی خیلی جذابیه توی خونه ما یه چند شبی مهمون بود و خلاصه من این اشتباه کردم که از ایشون بپرسم که آیا ممکنه قصه این برای من تعریف کنین یا نه. و اون موقع که داستان حدود 6-7 سال پیشه، اون موقع که ایشون شروع کردن حرف زدن، خب به هر حال نمیدونم، من با اینکه خیلی از قتل و خون و آدمای از گلوله و تفنگ و اینا همیشه میترسم و اصلا فیلم‌های جنایی هم نمیرم. هر وقت توی فیلمی یه نفر قرار بکشن من سرمو میکنم زیر صندلی اینا. ولی تو جریان این تحقیق احساس کردم که در واقع جذاب‌ترین قسمت این داستان اصلا اون قسمت خود قتل نیست و متاسفانه چون از 4 تا بازمانده اون شب پرویز دستمانچی هست که بیشتر برای همه چهره شناخته شده. یه ما همه فکر میکنیم که خب همه که اینا اومدن، بعد نمیدونم یه نفر با مسلسل شلیک کرد، بعد یه نفر اومد تک گلوله زد، نمیدونم 4 نفر رو کش، بعد 4 نفر زنده موندن و اینا. فکر کنیم که به نوعی قصه قتل از همه بخشای دیگه داستان جذاب‌تره. اما در واقع بعد از اینکه من به حرفای پرویز گوش دادم و بعد خودم برای سفری رفتم آلمان و با جنبه‌های دیگه و آدم‌های دیگه توی داستان آشنا شدم، فهمیدم که خود داستان قتل یکی از بخشای حتی جانبی این داستانه، یعنی اتفاقی که بعدش میفته که در واقع اون تحقیق خیلی مفصل دادستانیه که دادستان کل آلمان به این کیس روی این کیس قرار میده که کار بکنه و نوعی که این تحقیق به پیش میره و اتفاقی که توی دادگاه میفته و اینکه چرا این یه دونه مورد در میون همه موارد قتل‌های دیگه که اتفاق افتاده میتونه بعد از 5 سال به اون جایی برسه که هیچ مورد دیگه نرسیده. همه اینا باعث شد که من احساس بکنم که در واقع خود اون قتل که 17 سپتامبر 1992 اتفاق میفته در واقع سر یه کلافیه که همه قسمتاش خیلی جذابن و ارزش گفته شدن دارن. این بود که تصمیم گرفتم که جنبه‌های مختلف داستانم، یعنی هم اون تیکه‌هایی که ایرانیایی که 4 تا ایرانی که اون شب زنده موندن برای گفتن داشتن، که البته از اون 4 تا بازمانده یکیشون الان در ایران زندگی میکنه و موقعی که من شروع کردم کار رو انجام دادن اصلا در آلمان نبود که من باش مصاحبه کنم. ولی 3 نفر دیگه که بودن برای من چیز شدن، برای من سکوی آغاز شدن و از اونجا من با زن قربانیای همسرای قربانی‌ها، دختراشون، بچه‌هاشون و بعد با ژورنالیستای آلمانی و آدمای دیگه مصاحبه کردم و آشنا شدم. مدارک رو نگاه کردم، توی دادگاه رفتم، خود دادگاه رو دیدم و از جمله تجربه خیلی جالبی که این وسط برای من اتفاق افتاد آشنا شدن با دادستان کل آلمان بود و مصاحبه با ایشون و اینکه چرا چه تصمیمات مهمی بود که اون آدم گرفت، فردی به اسم الکساندر فونشتال، که باعث شد که تقدیر این کیس و سرنوشت این کیس به گونه از اول رقم زده بشه که به هیچ وجه نمیتونست تحت تاثیر و کنترل سیاستمدارای عصر خودشون، حالا چه سیاستمدارای ایرانی که به آلمان رفت و آمد میکردن و خیلی مایل بودن و تلاش کردن که این کیس رو به یک طرفی هدایت بکنن که در واقع به بیراهه بره و چه آلمانیایی که با اون سیاستمدارای ایرانی همدست بودن یا حداقل براشون سمپاتی داشتن و میخواستن بهشون کمک کنن. مثلا از جمله چیزایی که شما ممکن ندونید اینه که برونو یوست، دادستانی که برای تحقیق به این کیس مشخص میشه، ابتدا اصلا به دولت ایران شک نکرده بوده، یا اگه شکم کرده بوده شکش خیلی ضعیف بوده و در واقع
خود اون به خاطر اینکه داشت با موارد حقوقی دیگه که در باش سر کار داشت، همه به قتل سازمان‌های سیاسی مختلف ترک و کرد بودن که خودشون به خاطر رقابت‌های درون سازمانی از همدیگه کشته بودن به اون مربوط می‌شد و برونو یوست ابتدا فکر می‌کرد که این قتل به وسیله کردهای دیگه صورت گرفتن، یعنی یک جور رقابت درون سازمانی اینجا باعث شده که یه عده کرد تصمیم بگیرن که دکتر شرفکندی و 2 تا از همراهانش رو بکشن. و یه چیزی که باعث میشه که این تحقیق این آدم خیلی قانع کننده تر و مورد جالبتر و جذابتری رو یعنی در واقع زمینه یک کار خیلی جذابتری رو ایجاد بکنه، اینه که اون تقریبا مطمئن بود که تمام ایرانیای تبعیدی که در آلمان زندگی میکنن و دائم دارن میگن که بابا این کار تهرانه، این کار تهرانه، همه شنیدن این حرفا باعث یعنی در اون آدم، در برونو یوست، در دادستان واکنش منفی ایجاد میکرد. هرچی اونا اینوری بیشتر اصرار میکردن، اون شکش به پیکیکی و به رقابت‌های درون سازمانی کردی بیشتر میشد، برای اینکه به ایرانی‌ها و به تبعیدی‌ها و به آدمای سیاسی کلا خیلی با شک و عدم اطمینان نگاه می‌کرد. و توی این مسیر این تردید و این عدم اعتماد باعث شد که این تحقیق بیش از اونچه که باید طول بکشه و برای همین حاصل نهاییش خیلی تکمیل‌تر و در واقع بهتر از اونی بود، مستندتر از اونی بود که شاید تحقیقی دادستان دیگه که از ابتدا با تهران و نقش تهران توی این قضیه موافق بود، شاید یه همچون آدمی کمتر میتونست نتیجه قانع کننده به دیگران بده. و خب البته چیزهای دیگه هم بودن که این جریان این ماجرا رو خیلی جذاب‌تر می‌کردن، از جمله اینکه خب 2-3 هفته قبل از اینکه دادگاه شروع بشه و شروع به کار بکنه، علی فلاحیان که اون موقع رئیس سازمان اطلاعات ایران بود به طور محرمانه سفری میکنه به آلمان و سعی میکنه که از باز شدن از آغاز دادگاه جلوگیری بکنه و علیرغم همه تلاشایی که میکنه موفق نمیشه. و دلیلی هم که موفق نمیشه این نیست که آلمانی‌ها نمیخوان بهش کمک کنن، بلکه سیستم قضایی آلمان چنان از سیستم سیاسی و ادمنستریشن آلمان مستقله که علیرغم فشاری اونا بهش میگن که دفتر صدر اعظم نهایتاً بهش میگه که ما زورمون به سیستم قضاییمون نمیرسه، اما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم بهتون کمک بکنیم که با پیامدهای سیاسی و تبلیغاتی این قضیه تحت کنترل بگیریم و سعی کنیم که دامنه این پیامدها رو هرچی کوچکتر کمتر بکنیم. البته تو مسیر این مذاکره‌ای که اون فکر می‌کرد میتونه با اینا داشته باشه، یک عالمه قول هم بهشون میده که نمیدونم در جنوب لبنان اگه شما آلمانی‌ها یا دوست رفیقاتون چیزی دارن، گروگانی دارن، براتون آزاد می‌کنیم، نمیدونم هر کاری دیگه هم می‌خوایم براتون می‌کنیم، نمیدونم جاهای دیگه هم اگه کسی هست که گم شده یا زندانیه یا گروگانه ما براتون آزاد می‌کنیم. خلاص هر کسی هست اینجا به ما بگید، ما سعی می‌کنیم که هر جور باتون همکاری بکنیم به شرط اینکه جلوی باز شدن این دادگاه رو بگیریم. و اونجا یه لحظه خیلی قشنگ اتفاق میفته که رئیس اطلاعات دفتر صدر اعظم بهم میگه بابا جون فکر کنم که یه چیزی هست اینجا که شما نمیفهمین، قوه قضاییه ما مستقله، من هر چقدرم که دلم بخواد که این گروگان آزاد بشن ولی نمیتونم علیرغم میل باطنی خودم یه همچون کاری رو بکنم. به حال دادگاه باز میشه، حدود 3 سال خورده‌ای بیش از 270 تا شاهد اونجا میان و خب حاصلش حکمی که از دادگاه میاد بیرون
همون حکم ویژه خارق‌العاده و تاریخیه که همه ازش خبر داریم. یعنی 5 نفر در رهبری ایران که هنوزم ولایت فقیه اولیشون، رئیس جمهور اون موقع ایران رفسنجانی، وزیر امور خارجه ولایتی، خود فلاحیان، رئیس سپاه پاسداران، همه بهشون به عنوان دستاندرکاران یا معماران قتل در اون حکم اشاره میشه که خب این از بعد از جنگ جهانی دوم اولین باری که توی دادگاهی در آلمان، در اروپا، کسایی که هنوز حاکمانی که هنوز در قدرت هستن ازشون توی حکم به عنوان آمران قتل بهشون اشاره میشه. دلیل اینکه من نوشتمش، خب اول فکر کردم که داستان هیچ جایی به طور تکمیل در اختیار خواننده ها قرار نداره. یعنی آلمانیا که این در فاصله 4-5 سالی که کیس توی دادگاه بود، عمدتاً از زاویه‌ای که برای خودشون قابل توجه بود، زاویه قضایی، به این موضوع نگاه می‌کردن. ایرانیان خب هر کسی از ذنب خودش یار این دادگاه شده بود و از یه زاویه خیلی محدودی به این موضوع نگاه می‌کرد و بالاخره کسی توی این جریان با دادستان مستقلاً صحبت نکرده بود. از جمله شانسایی که من آوردم این بود که مثلا آقای شاهد 3 که همون ابوالقاسم مصباحی بود که شاید بعضی‌ها بدونین اینجا، که در سال 1996 یکی از، یعنی در ابتدا یکی از مهمترین شخصیتایی بود که توی ایجاد سازمان اطلاعات کنونی ایران نقش مهمی بازی کرده بود در کنار فلاحیان و بقیه. از ایران فرار میکنه، میاد به کمک آقای بنی صدر میاد توی دادگاه، میشه یه شاهد و بعد میره توی اون Witness Protection Program یا به هر حال اون سیستم پوششی که آلمانی‌ها براش در اختیارش میبرن اونو توی تحت اون پوشش که امن نگرش بدارن و جونشو حفظ بکنن. کسی مثلا تا حالا با مصباحی صحبت نکرد. خوشبختانه من تونستم 2-3 روز، حتی بیش از اون که خودم دلم میخواست، باهاش حرف بزنم و به زاویه دید اون، از زاویه دید اون و اینکه چرا علاقه‌مند شده بود که اصلا بیاد توی دادگاه و شاهد باشه و چرا اصلا باعث شد که چی باعث شد که اون از ایران فرار بکنه. اینا گوش بدم. خلاصه فکر کردم که خیلی خوبه که این داستان از همه جنبه‌های مختلفش مثل یه پازل سرهم بشه و یک جا قرار بگیره و نهایتاً فکر کردم که این در یک وقتی ما بایستی حالا یا به عنوان نسل در تبعید یا به عنوان به هر حال نسل پیشرو خودمون مسئولیت نگارش و روایت تاریخ معاصر خودمون رو مسئولیت این کار رو به عهده بگیریم و چون دیدم که اگه ما این کار رو نکنیم، هنوزم اعتقاد دارم که اگه ما خودمون فعالانه این کار رو انجام ندیم، خب مسلماً کسایی که تاریخ ما رو خواهند نوشت به روایت خودشون خواهند نوشت و اساساً اون روایتی نیست که ما موافق باهاش باشیم. و حس کردم که این داستان و از جمله داستان‌های دیگه‌ای که خیلی از شما توی این جمع براش اهمیت قائلین، از جمله مثلا قتل‌عام زندانیان در سال تابستون 67 و داستان‌های از این قبیل، داستان‌هایی هستن که در خطر فراموش شدن هستن و برای من مهم بود که این داستانا رو از مرز فراموشی برگردونیم و بیاریم توی کانشسنس یا اون زندگی آگاهانه مردم و تعهد خودمون رو به تاریخ خودمون با پذیرفته کنیم که مسئولیت گفتنش رو خودمون به عهده بگیریم، ادا بکنیم. همین. حالا خیلی خوشحال میشم که به
نظرهای شما و سوال شما گوش بدم و تا جایی که میتونم به سوال جواب بدم. اونو نمیدونم. خانم کوکیان با عرض تشکر از فرمایشاتون و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و زیارتتون میکنم. دلم میخواست اگر ممکنه اندک به ریشه های این قضیه و نتایج این قضیه بپردازیم که اصلا این ماجرا چه چیزی رو حل کرد، چه چیزی رو بدتر کرد، پیچیده تر کرد، از کجا شروع شد و با این قتل آیا واقعا به اون نتایجی که میخواستن رسیدن یا بدتر شد؟ خب مسلماً ببینید من هر وقت میخوام راجع به این موضوع برای جامعه امریکایی صحبت بکنم همیشه میگم که تصور بکنین که شما 500 تا از مهمترین متفکرانتون، روشنفکرانتون، نویسنده هاتون، هنرمنداتون اسمشون توی لیست قتل و تصور کنین که در یک فاصله 10 ساله یه چیزی حدود 100-150 تا از اینا رو میکشن. حالا فکر میکنین که اگه شما که مملکتتون، مردمتون بزرگتر و بیشتر از مملکت ایران و مردم ایران یهو توی فاصله 10 سال 150 تا 200 تا از بهترین روشنفکراتون، سیاستمداراتون رو از دست بدین. فکر میکنین که این ضربه مهمیه یا نه؟ و این یه چیزی که به هر حال وقتی من توی این چارچوب قرار میدم امریکایی به نظر میاد که خیلی راحت میفهمن و عمق این تراژدی رو احساس میکنن. من فکر کنم که به هر حال این مسئله اینجا خیلی مهمه و ما فراموش میکنیم، چون همیشه میگیم که مثلا 200 نفر مردن یا نمیدونم 5000 نفر کشتن و این مسئله بیش از این که تبدیل به یک اهمیت اگزیستانسیالیستی فلسفی خودش رو پیدا کنه، تبدیل به یک تراژدی ریاضی میشه. مثلا 5000 تا خیلی زیاده. ولی 5000 تا خیلی زیاده، ولی چیزی که از اون زیادتر هم هست اینه که خب یک نسل از آدمای خیلی روشنفکر و پیشرو کاملا نابود شدن و خب ملت‌ها سالها طول میکشه تا بتونن از یک همچین ضربه‌هایی خودشونو بالا بکشن و بیرون بیان و دوباره یه نسل جدیدی تحویل بدن. برای همین من فکر کنم که علیرغم انتقادایی که ما میتونیم از هم بکنیم یا به اون نسلی که کشته شده بکنیم، مثلا بگیم که اینا چپ بودن ولی خیلی زیادی چپ بودن، یا نمیدونم فلانی مثلا در فلان جا قبل از اینکه کشته بشه نمیدونم سعید سلطانپور فلان تو سخنرانیاش این حرف نامطلوب هم زد. اینا درسته، ولی به هر حال اینا جزو آدمایی بودن که اون موقع داشتن دل میسوزوندن و به طور فعالانه فکر میکردن و مشغلهشون بهتر کردن وضعیت ملت و مملکت بود و برگشتن از یعنی ترمیم پیدا کردن به صورت یه ملت از این همچین ترامایی خیلی ممنون کار آسونی نیست و این میگم بیش از یک مشکل ریاضیه، یعنی بیش از اینه که ما بگیم که 5000 تا خیلی زیاده. از دست دادن یک الیت یک مملکت یه خلای خیلی مهم ایجاد میکنه. ولی خاصه در مورد کردها این یه خلاییه که البته خودشون اینجا هستن بهتر میتونن راجع به این مسئله نظر بدن، ولی من فکر کنم که خب توی اون مطالعاتی که من کردم خب بین از دست دادن قاسملو و کسایی که با اون کشته شدن و بعد 3 سال بعد با از دست دادن شرفکندی و 2 تا همکار نزدیک اون، خب یه جامعه 2 تا رهبر درجه 1 یهو از دست میده و آدمای دور و بر اون اینا ضربه‌های خیلی تکون دهنده‌ایه که برگشتن و از خود دوره راه خود رو پیدا کردن و دوباره به جلو رفتن کار خیلی دشواریه و من فکر کنم که شاید برای کردا پر کردن خلای قاسملو یا شرفکندی کار آسونی نبوده. در مورد ریشه‌هاش میشه چی گفت؟ خب من فکر کنم که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا
حس کرده که با اپوزیسیونش باید به طرز خیلی خشونت‌آمیزی رفتار بکنه و تحمل اونا براشون برای رژیم هیچ نوع یعنی اصلا تحمل کردن دیگری برای اونا یه آپشن نبوده. اما فکر میکنم که حکمی که از اینجا میاد بیرون و پروسه این دادگاه تاثیر خیلی ویژه‌ای گذاشته در چند که ما بتونیم اینو توی چند بعد مختلف ببینیم. اولا یه چیزی که برای من خیلی تکون دهنده بود این بود که بعضی از ایرانیایی که توی این دادگاه به طور مستمر شرکت میکنن به عنوان بیننده، خودشون کسایی بودن که در ایران هم دوران شاه هم دوران بعد از دوران شاه در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بودن. و من از یکی دو تا از اینو سوال کردم که چرا شما هر روز تصمیم گرفتین بریم دادگاه؟ خب خیلی یه روز و دو روز و سه روز هم نبود، داستان مثلا 3 سال و نیم 4 سال بود و این دادگاه انقدر ادامه پیدا کرد که بعضی از اینو مجبور شدن که اصلا سیستم شغلی خودشون عوض بکنن، چون که می‌خواستن روزا برن دادگاه مجبور شدن که برن کارهای انتخاب بکنن که بتونن شبا انجام بدن. مثلا مثلا سرنوشت اینا عوض شد به خاطر اینکه یارو تصمیم گرفت که از این بعد میخواد هر روز تا اونجایی که دادگاه هست بره توی دادگاه شرکت بکنه و بیننده باشه. پس تصمیم گرفت که مثلا شبا بره راننده تاکسی بشه، در حالی که مثلا موقعی که روز کار میکرد چون مثلا حسابدار بود. ولی من پرسیدم خب چرا تو قبول کردی که سرنوشت خودتو اینطوری عوض بکنی و بری بیننده بشی؟ و من گفتش که خب من توی 2 تا سیستم، هم سیستم جمهوری اسلامی هم سیستم شاه، موقعی که به عنوان زندانی یا متهم توی دادگاه ظاهر شدم، یه بار نیم ساعت، یه بار 5 دقیقه بیشتر فرصت حرف زدن و دفاع کردن از خودم نداشتم. و در حالی که در سراسر عمرم به عنوان یه آدم سیاسی مهمترین چیزی که خاصه من بوده، خاصه آدمای سازمان گروه هم بوده، رسیدن به عدالت بوده. و خب حالا عدالت همینه. من میخوام ببینم عدالت چجوری کار میکنه. یعنی یه چیزی که واقعا منو شیفته خودش کرد این بود که این آدمایی که سالهای سال برای یه چیزی که صرفا توی ذهن اینا بوده و اونم عدالت بوده داشتن تلاش میکردن، حالا برای اولین بار توی این دادگاه دارن اون معشوق ذهنی خودشونو روبروی خودشون جلوی چشمشون میبینن و برای همین نمیتونن ازش کناره بگیرن و میرن زندگی خودشون رو زیر رو میکنن تا بتونن تا اون جایی که دادگاه هست توش باشن و شاهدش باشن. و این برای اونا تجربه بسیار بسیار مهم و کلیدیه، به خاطر اینکه اون چیزی که شما تو ذهن خودتون تصور میکنید با اون چیزی که به طور عملی اتفاق میفته 2 چیز متفاوته. و این پروسه تماشا کردن و شاهد بودن زندگی عملی اینا رو از خودش خیلی متاثر میکنه و اینا رو برای اولین بار به نظر من به عنوان حالا نمیدونم کوشندگان حقوق بشر، فعالان سیاسی اینا تغییر میده و شکل میده. برای همین من فکر میکنم که اونا یه جوری داشتن توی یه پروسه ترینینگ قرار گرفته بودن، یه جوری داشتن یاد میگرفتن که اون چیزی که بهش میگن دموکراسی، اون چیزی که بهش میگن عدالت، اینا اینجوریه که داره کار میکنه. اون آدمایی که دارن اینا رو عملی میکنن اینجوری با هم رفتار میکنن. کمایی که مثلا خانم نوری دهکردی که از 4 نفری که توی رستوران کشته میشه، یه روزی تو دادگاه اینقدر عصبانی میشه که بلند میشه، اتفاقا سرنوشتم من اینجا نوشتم، چون خب مثلا توی اون دادگاه یه آدمای زیادی بودن، از جمله مثلا لبنانیایی که با متهمین همکاری میکردن یا دوست و رفیقاشون بودن، اینا بی خودی اومده بودن مثلا تو دادگاه شهادت بدن بگن که نه فلانی مثلا اون روز تو رستوران نبوده، مثلا خونه مام بزرگش بوده، مریض بوده، تب داشته، من اونجا بودم، دروغ داشتن میگفتن دیگه. نه خلاص مثلا اون اومده بود اونجا یه هفته میاد، اینا خیلی بامزه است. مثلا من داشتم فکر کردم که چجوری مثلا این آلمانی‌ها میتونن این فرهنگی رو که ما بهتر میتونیم بفهمیم مثلا بفهمن و تحمل کنن. چون یه صحنه هستش که یکی از این لبنانی‌ها میاد به یکی از این متهمین نگاه میکنه، میگه که
من این پدر سوخته رو خوب میشناسم، من با این بزرگ شدم و این از اولش هم به خمینی و حزب الله اینا سمپاتی داشت و آخر سرم این کار خبیثی که قرار بود نکنه کرد، رفت اونا رو کشت. بعد هفته بعد هم آدم برمیاد تو دادگاه میگه که خیلی معذرت میخوام، من اون هفته عینکمو درست نذاشته بودم. این کسی که من دارم بهش میگم که رفته آدم کشته، نه این اونی که من فکر میکردم نیست. بعد خب ایرانی‌ها میدونن که این داره دروغ میگه دیگه و این هفته هم توی این یه هفته‌ای که گذشته خب خانواده‌اش رفتن مثلا تو لبنان رفتن اینو کتک زدن، اونا بهش سعی زدن گفتن که پدر سوخته مثلا نرو تو دادگاه حرف بزن. بعد این اومده تو دادگاه حالا داره سعی می‌کنه اعترافات هفته قبلش رو پس بگیره. ایرانی‌ها که تو دادگاه نشستن همه به فارسی خلاص پیش میکنن، گاهی هم یه چیزی بلند میگن به نشانه اعتراض، ولی آلمانی‌ها خب دارن منطقی پروسه رو به پیش میبرن و میخوان خلاصه بفهمن که واقعا چه اتفاقی افتاده، آیا مثلا این عینکشون هفته یادش رفته بوده یا واقعا چه. اینه که میشه ساعت‌ها به این دروغا گوش میدن و ایرانی‌ها خیلی حوصله‌شون سر میره که آقا آخه براشون واضح نیست که این داره دروغ میگه. حالا ما نمیدونیم که اون موقع تو ذهن اون قضات چی داشته میگذشته، ولی اینا نهایت وقت رو به اینا میدن که اینا بیان اینقدر دروغ بگن دیگه خودشون احساس بکنن که دروغاشون ته کشیده و دیگه نمیتونن دروغ بگن. و برای همینه که در این لحظه خانم دهکردی زن نوری تو این دادگاه موقعی که خیلی دیگه خونش به جوش میاد بلند میشه میره به قاضی میگه که آخه تو نمیدونی اینا دارن به تو دروغ میگن. خیلی دیگه عصبانی شده، خیلی واضحه که اینا دارن به تو دروغ میگن، چرا ساکت نشستی یه گوش میدی و جلو اینا رو نمیگیری و به اینا نمیگی که از خلاص بیان پایین و برن دنبال کار خودشون. و به خلاف انتظار اون قاضی دستور میده که اونو از دادگاه ببرن بیرون و بهش میگه که اگه نمیتونی یاد بگیری که چجوری اینجا بشینی و به حرف همه گوش بدی، حالا که ما به حرف تو گوش دادیم تو اصلا نیا دادگاه. خلاص میبرنش بیرون و اون یه وقت گریه میکنه. بعد صحنه خیلی خوبیه If I must say so myself که یکی از مترجمای عربم میره بیرون از دادگاه باش صحبت میکنه، میگه نگران نباش، من این قاضی رو خیلی سال میشناسم، فکر میکنم که اون اتفاقی خوب تو دلت میخواد میفته، ولی خب حالا بعد دیگه با متد این کار بکنی و گوش بدی و به 300-400 نفر برای مثلا 700-800 ساعت که دروغ میکنم گوش بدی، ولی آخر سر تو اون چیزی که میخوای خواهی گرفت. خلاصه منظورم اینه که این پروسه که جریان عدالت میتونه خیلی حوصله آدم سر ببره، میتونه آدمو خیلی خشمگین بکنه، اینا اینجوریه و احتیاج به آدمای صبور داره، احتیاج به متد داره، همه جزئیاتش ریز 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 باید بهش پرداخته بشه و اصلا سوا بشه تا آخر سر توی پروسه‌ای که همه بهش معتقدن که به صورت منصفانه انجام شده یه حکمی از توش بیاد بیرون. و در واقع زیبایی اینه که در انتها یه لحظه میاد که خود دولت ایران که تا اون موقع یعنی خب یه دادگاهی بوده که 3 سال و نیم 4 سال طول میکشه، خود دولت ایران دیگه هیچی نداره که برای اینا بفرسته و خود متهمین که تا اون روز تا دادگاه میومد کارش تموم بکنه میگفتن که ما 2 تا شاهد دیگه داریم. کجا؟ یکیشون توی نمیدونم بیروت، اون یکی توی قوچان. بعد حالا این باعث چی میشه؟ باعث میشه که خب مثلا حالا دادگاه بحثی 2 تا وکیل رو تربیت کنه، یکیشو بفرسته بیروت، یکیشو بفرسته قوچان که از این 2 تا در اون 2 محل اعترافاتشون بگیرن، شهادتشون بگیرن، بیارن تو دادگاه بررسی بکنن و اینا. خب این معنیش این میشد که دادگاه دوباره مثلا 6 ماه کارش به تعویق میافتاد، دوباره 6 ماه همطور بعد ادامه پیدا میکرد تا از این 2 نفرم اعترافاتشون رو میشنید و از این چیزا. و چندین بار در طی این سالها اینا یه همچون کارایی کردن، یعنی همون لحظه که قاضی ها میمدن بگن که کار ما تموم شده دیگه، مثلا فلان روز آخر دادگاه است، اونا میگفتن که نخیر مثلا ما 3 نفر دیگه داریم، یا نخیر ما یه مدرک جدید داریم. ولی زیبایی داستان اینه که انقدر اینا با صبوری و با دقت
به این داستان پرداختن که خلاصه یه روزی میشه که خود اون طرفی‌ها، خود متهمین میگن که ما هیچی نداریم، نه شاهد جدید داریم، نه سند مدرک جدید داریم و موقعی که همه باید شهادت آخر خودشون بدن، چه دارابی چه لبنانیایی که اونجا متهم بودن، هیچ کدوم در اینکه دادگاه به صورت منصفانه عمل کرده شک و تردیدی ندارن و همه به این اذعان میکنن. منتها بعد میگن که خب اشتباه شده. مثلا دارابی توی دفاعیات آخر خودش توی دادگاه توی مارچ 1997 میگه که اینجوری نیست که من به اینا ماشین ندادم، ولی من نمیدونستم که اینا از ماشین من یا از آپارتمان من قراره واسه کارهای بد استفاده بکنن. من به اینا دادم، فکر میکردم اینا قراره برن داروخانه، من چه میدونم. خلاص از این چیزای خیلی خیلی بی‌نمک. ولی من فکر کنم که این به درازا کشیده شدن این داستان به طور قطع باعث خیلی خون دل قربانی‌ها، خانواده قربانی‌ها شده، ولی در نهایت برای کل پروسه و منصفانه و درست انجام شدن پروسه خیلی مهم بود. خواهش میکنم. سوال بعدی دوستان. با درود، سایرس فلاطون هستم. سوال کوتاهی اول بکنم، آیا از دادستان چیز تماسی هست که بشه آدم باشه تماس بگیره به عنوان ایرانیان؟ که مثلا چون من فکر میکنم چیزایی که ما راجع به آلمان میدونیم، من خودم چون از سال 80 تا 96 اونجا زندگی کردم، به حساب آنستی، درستگویی، استقلال، اینا در به حساب جزء چیزای به حساب آلمان در ذات کلی همه هست، ولی مثلا قسمت دادگاهیشون اینا دیگه استقلال در واقع کامل دارن. یعنی اگه اون مثلا کارش انجام میده، این وظیفه‌شه که باید اونجوری واقعیت رو بکنه، یعنی چیز خاصی انجام نمیده. در ضمن من تعجب میکنم از اینکه مثلا دادستانی همچین حرفی زده، بخاطر اینکه اینکه مثلا گفته که مثلا تعجب میکنیم ایرانی مثلا نسبت به ایران شک کنیم، بخاطر اینکه همه میدونن چندین نفر در اروپا به حساب قتل عام شدن به وسیله این رژیم و همه میدونن که از روزی که این رژیم اومد تمام مساجد و تمام جاها در واقع با آدمکشا و چاقوکشاشون بوده و در ضمن در آلمان هم که همه خبر داریم و اینا تمام این قاتلاشو تو کوچه و خیابون راه میرفتن، همه ایرانی‌ها باشه همیشه درگیر داشتن و چندین نفر کشتن. یعنی اصلا مدارک ثابت، یعنی همه چیز ثابت. یعنی اگه کسی نخواد اولین کسی که به شک کنه جمهوری اسلامی بوده باید خودش رو به کری بزنه یا به لالی بزنه، به خاطر اینکه همه دیگه میدونن که اصلا جمهوری اسلامی بناش رو آدم کشی و ریشه هاش اصلا رو قتل و مساجداش تمام اینجور چیزا پر هستن. شکی نیست که مثلا جز جمهوری اسلامی باشه. آیا شما مثلا به این نکته اونجا اشاره کردید که مثلا آیا اگه شما به جمهوری اسلامی شک نکنید این بیشتر شبیه جوک میمونه؟ نه. دلیلش هم اینه که اون چیزی که برای ما واضحه برای اونا واضح نیست، برای اینکه ما باید اینطوری به داستان نگاه بکنیم که خب برای آلمانی داستان ایران مثل داستان چون میدونم سریلانکا میمونه. مگه ما مثلا خبر داریم که توی اتیوپی مثلا قتلایی که اتفاق افتاده کاری که منظورم اینه که چون این مسئله مرکزی و دغدغه اصلی ماست، ما انتظار داریم که بقیه دنیا به هم اندازه که ما ازش خبر داریم از واقعیت‌ها خبردار باشن، در حالی که اینطوری نیست. منتها سوالی که من دارم می‌کنم اینه که نهایتاً این به نفع قضیه تموم شد، برای اینکه چون اون داستان ابتدا شک اصلیش از ابتدا یعنی دولت ایران رو جزو یکی از دو تا امکانات میدونست یا مشکوکین قرار داده بود، ولی شک اصلیش روی رقابت داخلی بین کردها بود و چون ابتدا با یه همچین تردیدی به داستان نگاه کرد، این بود که حاصل تحقیقش برای همه قابل قبولتر و قانع کننده تر بود و برای همه من فکر کنم که این خیلی به نفع همه تموم شد تا به ضرر همه.
من سوال خیلی دارم ولی خلاصش میکنم. شما با اعضای رهبری دادگاه صحبت کردیم، با خیلی ویتنس‌ها صحبت کردیم، با باقیمانده جنایت صحبت کردیم. فرصت داشتیم با رهبران حزب دموکرات صحبت بکنیم و نظر اونها چیه؟ چیزی که منو متعجب میکنه اینه که اینا دنبالش رو نگرفتن، نه دنبال قتل دکتر قاسملو و هم نه قتل دکتر شرفکندی. والا چرا دنبالش رو گرفتن؟ من با رهبری کردها زیاد صحبت نکردم. یه دلیلش این بود که من دنبال اون شخصیت‌هایی بودم که در فاصله 4-5 سال توی آلمان بودن و داستان به طور فعالانه دنبال می‌کردن و متاسفانه بازمانده های خانواده کردها هیچ کدوم در آلمان زندگی نمی‌کردن و به طور موقت برای جلسات دادگاه گاهی می‌اومدن و بعد می‌رفتن. مثلا برادر دکتر شرفکندی چندین بار با آلمان اومد ولی به طور ممتد در اونجا زندگی نمی‌کرد. این بود که از لحاظ روایی اینا نمیتونستن به شخصیت‌های استقصدار داستان تبدیل بشن، چون نقش خیلی فعال و عمده‌ای توی کل پروسه بازی نکردن. ولی من باشون صحبت کردم و فکر میکنم که واقعا کسایی که داستان دنبال کردن، چه در مورد دکتر شرفکندی چه در مورد دکتر قاسملو، خود کردها بودن. اتفاقی که فکر میکنم مانع اصلی کار همیشه، حداقل تا روزی که این حکم میاد بیرون، اینه که اروپا با ایران رابطه حسنه‌ای داشت، به خصوص موقعی که دکتر قاسملو رو کشتن و حاضر نبود که به خاطر چند تا قتل که از نظر اونها جزئی بود روابط حسنه تجاری و دیپلماتیکی که میتونستن با ایران بسازن و به خاطر توازن و قدرتی که امیدوار بودن از طریق رخنه کردن توی ایران با امریکا توی خاورمیانه پیدا بکنن، نمیخواستن که به اصطلاح اون شرایط و این قتل‌ها رو به عنوان یه مانع مطرح بکنن. برای همین فکر کنم که این کامپلیسیتی، این سازشی که خود دولت مردای اروپایی سر این موضوع کردن یه مقدار زیادی باعث شد که این قتل‌ها اونجوری که باید شاید اساس قضایی توی کشورهای مختلف اروپایی دنبال نشه و اون عدالتی که بایست بهشون داده نشه. بله، بعد سوال بعدی اینه که بعد از چرا فکر میکنید که دولت ایران اینقدر وحشیانه در مورد رهبران کرد به خصوص دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی سیاست رو اتخاذ کرد تا جایی که بالاترین سطح رهبری این قتل رو تایید کرد و یعنی دو بخشه. چرا این کار کردن ولی در مورد بقیه رهبران حزب دموکرات که بعد اومدن این کار رو ادامه نداد؟ آیا اینکه دادگاهی میکنوس روی ایران رو کرد باعث شد که ایران دست از قتل برداره یا اینکه رهبران بعدی حزب دموکرات آنچنان پرقدرت نبودن در سطح بین‌المللی و تبلیغاتی که دولت ایران ازشون بترسه؟ دلیلش کدومه؟ والا من فکر کنم که میشه جواب بدم در مورد کردها. خب البته سران رهبری کرد خودشون اینجا میتونن بهتر از من بگن، ولی حالا من تا اونجایی که خودم قضیه رو درک میکنم فکر میکنم که خب کردها یکی از اقلیت‌هایی بودن که در مانعی بودن بر سر اون آرزوها و ایدالیسم، اون پان اسلامیسمی که خمینی اون ابتدا برای خودش در سر خودش به عنوان یه رویا میپروراند. یعنی کردها همیشه اصرار ورزیده بودن به اینکه کرد بمونن و ویژگی‌های قومی خودشون رو حفظ بکنن و خمینی که فکر میکرد که
همه ایران فقط یک ملت اسلامیه، از اصراری که اینا می‌ورزیدن به ویژه بودن خودشون از لحاظ قومی و حالا فرهنگی زبانی خوشش نمی‌آمد. این یه مسئله بود. و مسئله دیگه هم خب اینه که یه نکته دیگه گفتین که کشتن اینا، با کشتن اینا آیا کردها تضعیف شدن و یا چرا اینا دست برداشتن از کشتن؟ این قتل رهبران دموکرات رو ادامه ندادن. بله، قتل والا من معتقدم، یا حداقل توی این کتاب میگم که بعد از سال 1997 حداقل تا اکتبر امسال که اینا تلاش کردن که اون سفیر عربستان سعودی رو به واشنگتن بکشن و نتونستن، در جهان غرب، یعنی در اروپای غربی و امریکا دست به ترور دیگه نزده بودن و این یکی از اون قولایی که رژیم ایران به اتحادیه اروپا میده بعد از اینکه حکم صادر میشه و در نتیجه حکم جامعه اروپا به صورت متحد رابطه‌شو با ایران قطع میکنه. یعنی در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی هرگز چنین چیزی پیش نیومده که جامعه اروپا به صورت یک واحد رابطه خودشو قطع بکنه با ایران به این شکل که همه سفرهای خودشو از ایران بکشه بیرون، از تهران بکشه بیرون و رابطه دیپلماتیک رو به کل کور بکنه. بعد از این حکم به فاصله، یعنی توی یک دوره 5 خورده ماهه این کار رو میکنن و این ضربه خیلی مهمی به ایران میزنه. حالا بعضیا ممکنه اینو با هم دیگه این رابطه رو ببینن، بعضیا ممکنه نبینن، ولی من خودم معتقدم که یکی از دلایلی که باعث شد که در ژوئن 1997 یعنی 2 ماه بعد از اینکه این حکم صادر شده بود خاتمی تونست توی ایران پرزیدنت بشه، در حالی که توی مارچ خاتمی که کاندیدا بود خیلی خیلی توی عقب بود از رقبای دیگه خودش. این بود که توی اپریل که حکم میاد بیرون همه توی ایران میفهمن، از جمله کسایی که درگیر کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری بودن، که ما احتیاج داریم که معادله رو عوض بکنیم و احتیاج داریم که یه چهره تازه و معصوم بیگناه رو به دنیای غرب معرفی بکنیم. و برای همینه که من فکر کنم که خاتمی که تا اون موقع کاملا ناشناخته بوده یهو به عنوان یه شخصیت خیلی مهم جلو میره و رأی میاره، به خاطر اینکه فکر کنم توی سطح رهبری ایران همه متوجه این شده بودن که لازم دارن که چهره کاملا جدید و ناشناخته معرفی بکنن، برای اینکه احتیاج دارن که خودشونو، هویت خودشونو از سر برای دنیای غرب تعریف بکنن. فکر کنم همه اینا حاصل حکم میکنوس بود و اینکه یهو خاتمی اومد و خلاصه راجع به دیالوگ تمدن‌ها صحبت کرد و همه چیز به نظرم ایران یهو به نظر اومد که به مملکت متمدنه، بعد همه شروع کردن راجع به 2500 سال تمدن ایرانی حرف زدن و خلاصه همه اون خشونت‌های گذشته رو گذاشتن کنار. نمیدونم حرف فتوا دیگه نبود، کشتن سلمان رشدی و همه این چیزا یهو به پشت صحنه رفت و به نظر اومد که ایران میخواد یک فصل جدید رو شروع بکنه و چهره جدیدش هم خاتمیه. و خب ایو هم به صورت متحد به ایران گفت که اگه تا موقعی که قول ندی که دیگه این قتل رو توی حداقل توی قاره ما ادامه ندی، ما روابط از سر نمیگیریم. من فکر کنم که این خیلی مهم بود در اینکه ایران رو وادار بکنه که دست از ادامه این کار بکشه. خیلی ممنون از این تشکر. Guru
وكم حبات وكبرزانة إيرو لدشتا سليماني لكل هندري الباجاري حلبتي فرمانة مكردانة فرمانة 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 هاوار 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 لما فرمانة لله يا أقتلني برندار مولود نانا والسرق وربري كردال حفين برا لحبرون جحالي مرج دنيا لبن بزين برا خلقو عالم في بحسين هاوار 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 حيفا كردستان كرد شتين نجل سرم دبارين أخزايا أخذلني برندار